داریم از 5 مرحله صحبت میکنیم. خب یعنی اپلای عبارت است از قدرت و توانایی دانشجو برای مدیریت کردن 5 مرحله اصلی. اگر از مرحله اول تا مرحله پنجم پشت سر گذاشته بشه، یعنی فرایند پذیرش تحصیلی با موفقیت انجام شده. من خیلی سریع تیتروار اینها رو میگم که این 5 مرحله چی هست. البته فکر میکنم شما مثل من تصویر پاور رو دارید و بنابراین میتونید ببینید. من خیلی سریع میگم. ببینید، مرحله اول قاعدتاً تصمیم گیری، برنامه‌ریزی. مرحله دوم اینه که شما چیزی که من بهش میگم پیش نیازهای عمومی پذیرش رو آماده بکنید، یا در واقع آماده که ارتقاش بدید، به نهایتش برسونید. شاید اینا یه مقداری با اون مدارکی که ما معمولا میشناسیم بحثش متفاوت باشه. و 3 تا هم هست. بحث مدرک تحصیلی هست، یا به صورت مشخص‌تر بگم معدل هست. بعد بحث مدرک زبان هست، اینکه حالا چه مدرک زبانی باید آماده کنیم. خودش بحث مفصلیه. آیلتس، تافل، جیاری لازم داری نداری. و رزومه که برای خودش دنیاییه که این رزومه چجوری باید آماده بشه که بتونه در واقع مخاطب رو ایمپرس کنه. و واقعا بدونید رزومه خوب آماده کردن بچه‌ها یکی از کلیدی ترین کارهاییه که میتونه 90%، 80%، 90% از فرایند اپلای شما رو در واقع جهت‌دهی بکنه، یعنی به سمت و سوی مشخص بکشونه، حالا موفقیت یا خدای نکرده شکست. میخوام بگم رزومه مهمه، البته معدل به همون اندازه مهمه، چه بسا بیشتر، و زبان. حالا من راجع به اینا سعی میکنم مفصل صحبت کنم. من فقط تیتروار اصلی‌ها رو بگم. ببین، گفتم مرحله اول اینه که اصلا شما تصمیم بگیرید و یه برنامه‌ریزی بکنید برای پروسه‌ای که در پیش دارید. مرحله دوم اینه که بیای پیش نیازهای عمومیت رو آماده بکنی. پیش نیازهای عمومی پذیرشت همین 3 تایی که گفتم. بعدش اینه که خیلی خوب، حالا اینا آماده شده، باید بری سراغ این که دانشگاهتو مشخص بکنی، استادتو مشخص کنی، فرایند مکاتبه رو انجام بدی که بسیار مهمه. خب بعد از اینکه فرض داریم میکنیم که این فرایند هم انجام شد، استاد رو هم گرفتی، در واقع سوپروایزرت مشخص شد، اونا در واقع بهت آفر دادن، پوزیشنت مشخص شد، در واقع تایید کردی که پوزیشن رو بگیری، برات نامه پذیرش رو هم میفرستن و شما وارد پروسه، البته بگم خود دقیق تر بخوام بگم، شما باید بگم که اپلیکیشن رو هم پر میکنی و اپلیکیشن فرم و اپلیکیشن فی اینا رو میفرستی و بعد وقتی که دیگه نامه تاییدیه شما ادمیشن لترتون میاد، میرید سراغ این که انشالله بحث شیرین ویزا رو داشته باشید.